هستم. من الیاسم، متاسفانه رکورد پی اس هم 30 ثانیه بود و جنبه اونم کومن جاناتان تا پالاسیوس ما دین هندرسون و کوبو رو خریدیم. حالا اگه ویدیوهاش سیو شده بود بهتون نشون میدم. کینگز به کومان بده کومان و میره بهتره بونیفیس بره، ولی یه موقعیت رو باید توره کنار سرج نبری اونال و توره دروازه که گل خورد. موقعیت سرج جنبری من فکر کردم پاس نمیده، تو 3 دقیقه 2 بار دروازه‌مون باز شد. گریمالدو خود گریمالدو هست اینجوری کومن پاسش خوبه واسه اونال و توی دروازه رو میگیره. چقدر ما بدشانسیم. یه موقعیت بازم بیرون، یعنی واقعا میشه ما اینقدر بدشانس اصلا به هیچ عنوان. جدی میفرمایید؟ این اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ حاجات کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟ یه اشتباه، یه موقعیت تیر دروازه یه گنبری پاس خوب اونام دهن ما رو سرویس کردیم. اونام حد شد حرفی واسه گفتن داشته باشیم. یه پاس خوب، یه موقعیت. آخه چرا باید اینقدر بدشانس داشت؟ آخه چرا باید اینقدر بدشانس داشت؟ بعد لی و تو دروازه 4 تا گل داریم جبران کنیم و در خوشبینانه ترین حالت میتونیم 5-3 کنیم یا 5-2 کنیم. در خوشبینانه ترین حالت که اگر گلم نخوریم. مشکل داریم ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. اعصاب من میریزه که خوردیم. اشتباه مدافعین که فکر میکنم جاناتان تا باشه. به مالو خود گیری مالو ضربه بعدی و تو دروازه عدلی دبل میکنه. حداقل میتونیم 1-2 تا موقعیت، یعنی 1-2 تا گل دیگه هم داشته باشیم. آبرومندانه تر بازیو به اتمام برسونیم. یه موقعیت برعکس بازی پیش بکنیم. بازی بله هرالسکی 4 میگیره. عذر میخوام. با یه لورکوزن و یولیان برلین شروع میشه. یه موقعیت واسه مولر با پاس میده برای کافرینی، پاس خوب توی دروازه اشتباه پاس خوب و عدلی گل 4-5 تو این کریر میزنه. لورکوزن یه اتفاق بسیار Arriba, la tiene con el tiene más horas, no deja de que vamos a empezar a hacerlo. Todo hay que yo voy a. Hola, yo soy Claudio, presidente de la Maldita. Yo soy todo. ¿Qué me va a darme? Y en eso, yo he combinado todo cubo.
پسر ایرانی ترکمن دروازه رو باز میکنه. واقعا کار بدی کردی خابی آلونسو که انداختی بیرونی پسر اون. یه موقعیت و توی دروازه. و پنالتیه تاپ صوبا میگیره جیم هندرسون که وسط حدوداً میزنه. ندیم امیری توی در و بالا درست بگیر دیگه. اوه توی دروازه آدم لوژک بکر با همین بر میرفتم میرسن کوبو و توی دروازه اینو باید بگیریم که مساویش همه چی. اینو گل نکنیم که تمومه، ولی باید گل کنیم و بزنیم. آندریخ خوب شد وسط نزدن. اوکی بازی به پایان میرسه. برتری تیم یونیون برلین تو پنالتی ها. که اینجوری سیمشو ببینیم. من میگم سردار فیکس بشه و ماینز که 2-1 میبره تموم با گل فلوریان ویرتس و دبل آجورکیو آجورکه آخورکه. نمیخوام ویدیو طولانی بشه چون واسه آپلودش به مشکل میخورم، ولی واقعا حیفه که بازی اتلتیکو رو نرم، ولی میتونم توی اپیزود بعدی بدم و الان ضبطش کنم. این بهتره. مرسی که ویدیو رو دیدید و خدا.